دوستان ما امروز آمدیم در یک جای دیدنی در آبشار راینفال در کانتونی در شهر شافهاوزن. این آبشار که است بزرگترین آبشار در کل اروپا. باز خیلی از گردشگران توریستا آمده در اینجا خاطرهای خوب جور مونن، عکس مکس میگیرن دیگه. خیلی هم دیدنیه. امیدوارم که از این ویدیو خیلی خوشم باید دیگه. شما اگر روز میتونین باین در اینجا دیگه لذت ببرین از اینجا. آره دیگه دوستان ما هم در اینجا که حالا بوری در سمت آبشار شما مور همراه باشین که خوب دیدنی. دوستان باید از این آسانسور استفاده کنیم. امروز خیلی روز آفتابی هم امیدوارم که تاخیر هم تو بمونه چون که ابرام Tür schließt. از آسانسور پیاده شدی از این را بری سمت آبشار بری. شما دوستان از تیز باید از این جرانی هم کنم. دوستانی عزیز ما حالا آمدیم در این پایین در بخی آو در بخ آبشار خیلی خوبشیه. دوست عزیز برعکسی روزای زمستانی امروز خیلی خوب هوای آفتابیه ولی یکم یخه دیگه ولی خوب هوا روشن و چیزه دیگه. دیگه غیطا در تابستان که بود چیزه کشتی مشتی است که آدم ها سوارا میشن مورا در او سمت در او دور مورا دور میزنن ولی آلیفتان کشتی نیه چون که هم به خاطر کرونا کشتی نیه دیگه. نمیدونم تعطیل هم است شاید بیشتر به خاطر کرونا دیگه همون کشتی مشتیش تعطیله دیگه. غیطا در تابستان خیلی شلوغه ولی کمتره دیگه هوا هم یخه دیگه به خاطر همین کرونا مردم کمتر میاد دیگه. جای خیلی خیلی زیباییه اینجا دیگه. کسایی که در سوئیس شاید در اینجا آمده شه اینجا رو بشناسه، کسایی هم که نمده حتما باید یک دفعه. خیلی جای خوبیه مخصوصا در تایستو که خیلی بهتر و چیز هوا گرمه در شلوغ هم است. و پارسال هم نه اینجا بود گرم بود دیگه هیچ گشتن هم شد. آره از گرمه. آره در زمستانش هم حال نمیده چون که یخه دیگه باید آدم تابستان به اینجا. ولی این دفعه به خاطر شما هم دیگه در این دشمون شو بیفید یا آبشار هم طرف دیگه شما هم نگاه کنید دیگه لذت ببرید.
دوستایی که از اونجا میام مورا تا اونجا چیز هست دو کیلومتر رفته بال اونجا پرچم سوئیس هستن باز در اونجا پیاده میشن مورن بالا عکس میگیره یک لحظه باز میام پایین در اون طرف هم مردم هست در اون خانه چیز نیست قصد مردم در اونجا هم زیاد نفر مورا عکس قبلا اگر کشتی مثلا باشه کشتی از اونجی سوار کنم مورا یک دور بودم اینجی یک چرخک سم یا پس دوستالی بوری بالاتر بوری از بالا ویدیو بگیری بعد ما بعدا دوباره باید از این طرف هم از روبروی آبشار هم ویدیو بگیری که نمایشی خوبتر و بهتر باید که شما دوستان عزیز نظرات خود حتما بخشی از ما در قسمت کامنت نوشتن دوستایی که در اینجا همدن از اینجا خاطرات های خوب دارن چیز ما نوشته کنن که در کدام فصل در اینجا بودن چه خاطرات هایی دارن در قسمت کامنت حتما نوشته کن باز ما هم در اون فصل ها معی در اینجا حتما بخشیم دوباره ویدیو میگیریم باز حتما هم کامنت هایشون بخونیم حالا مور همراه بشیم قیرو که کشتی نیه اگه نمو میتونستی بوری قد کشتی از اون سواش که بوری دانزو چلو تپه هست پیله میتونستی اونجی بوری ولی حال نمشه اونجی بوری چون کشتی اون چیز نیه خیر بوری از این طرف شوی فیلم میگری دیگه دوستانی که ما رو هنوز لایک سابسکرایب نکته حتما سابسکرایب کن شان میشی و زنگوله رو هم در ما یکم انرژی بدیم که ما بهتر شنیم بهتر ویدیو بگیریم انشاءالله که ما هم بهتر میشیم با کمک های شما دوستان با این دیگه از این بالا نمای پایین آو رو ببینیم که خیلی خوب معلوم میشه ما هم بریم اینجا عکس مکس بگیریم ما هم پایین خیلی جای خوب سیل میاز داره دوستان بودی بالا اینجا آسیابه آره آسیاب بودی نمیم که یک دن آسیاب هسته که در زمانهای قدیمشان در اینجا دیگه آرت مارت خوره آسیاب منتدی آسیای آوی بوده دیگه
حالا خوبه کارم منده دیگه داخل هم بکنم کلاس میلاس باشم نفراش شده خیلی خوب چیه؟ قدیمیه از قدیمی ها میتمنده دیست نزدن به بختانی دیگه دوستا خودگون چه اینجا نگاه کنید دیگه ببینید که واقعا اینجا خیلی خوب خوشگل و زیبا است دیگه من تمزی یخی هم ده بخش شما ویدیو بگیرید امیدوارم که شما خوشیم باید از این ویدیو یه بخش حمایت از ما لایک سابسکرایب یادتون نره ما را مموت یخ کده گرمی هم گم شد دیگه هوا پس ابریشته در پایین از روبروی آبشار هم بخششم فیلم میگیریم دیگه تلفن‌ها که داشت میشد دادیم دیگه حال موریم از روبرویش فیلم میگیریم حال موریم برو از اینجی از این چیزم بگیریم پندوق یکم پندوق بگیریم خیلی یخ چای مایی که اینچ نداره برو یک Hier. فندق از این که اصلا خیلی معروف هم سوئیسی ها خیلی خوشتره فندق ها را مخصوصا در زمستان دیگر بیشتر Vielen Dank. Merci vielmals. Ciao, ciao. خالی دیگه برای گرم هیچ دیگه چیزی چای مای نداره فقط کافه داره و نوشیدنی های یخ داره که نمیشه از یخ بخوره ولی خوشمزه البته دیگه موری پایین در اون سمت روبرو موری دیگه شما مور همراه باشید خودستال ما از اون بالا آمده در پایین در روبروی آبشار استشته ما که در اینجا آبشار خیلی خوب و زیبا در نظر میرسه امیدوارم که در نظر شما مامت خوب و زیبا برسه و خوشمنده شه دیگه مام کم کم برو سمت خانه خیلی یخه خانه از اینجا تقریبا خیلی دوره دیگه تا برو برسی شام میشه آره دیگه دوستان شما رو من در خدای پاک میسپارم انشالله که صحیح و سلامت بمانید دیگه خدا نگهدار لایک سابسکرایب هم یادتون نره لایک سابسکرایب یادتون نره نظریات رو نوشته کن بخشی از ما حتما
دیگه تا یک روز دیگه خدا نگهدار. نگهدار.